امروز اولین روز بعد از تعطیلاته، یعنی شنبه 16 و امروز من یه سری کار داشتم. یکم تمیز میکردم، یکم برنامه‌ریزی میکردم، به کلاسام میرسیدم. اینجا دارم مینی سریالی که دیشب دیدم و مینوشتم توی دفترم که میخوام امسال مثلا بنویسم هرچی فیلم و سریال دیدم که بدونم آخر سال چی دیدم و یادم نره. بعد یکم تمیز کردم اتاقم و این کیفو جدید خریده بودم و نشستم وسایلم توش چیدم واسه کار که فردا میخوام برم آموزشگاه. البته امروزم یه کلاس داشتم ولی شاگردم کنسل کرد دقیقه آخری دیگه. خلاصه بستم رسید که یه دونه کم گذاشته بود. من 4 تا سفارش داده بودم، 3 تا فرستاد و بهش پیام دادم، گفت اوکی بعد میفرستم دیگه. رفتم باشگاه. بعدشم نفسم بالا نمیومد، اینجا من مرمون اینجوری که هممون همینیم، اذیت شدی اب نداره، هممون اذیتیم. برم یه همون بعد باشه خیلی میچسبه. با دوستم رفتیم یه قهوه زدیم. این بود اولین روز بعد از تعطیلات.